سیم بندی سوکت های شبکه. در سیماتون رو لخت کنین که بتونین اینا رو صاف کنین. همزمان یه بازمتر یه چیزی داشته باشه، اینا رو بکشین که اینا صاف بشه. سیم بندی داریم، یه سفید داریم، سفید نارنجی، یه نارنجی داریم، بعد اون یه سفید سبز داریم. این سفید سبزتون اینجا برعکس وصل میشه، این میشه با آبیتون، دوباره سفید آبی میاد بغل آبی، بعد اون میشه سبز. یه دونه سفید قهوه‌ای دارین، هم بغلش هم یه دونه سفید یه خود قهوه‌ای دارین. این میشه سیماتون به این حالت. سیمای اضافتون رو حالا ببرین اینجا باشگاه پر مگس. سیما رو که بریدین روکشش رو بکشیم بیاد بالا دیگه. الان سیما اون تو آزاده کامل. یه سربندی کوچیک میخواد دیگه، چون اینا ترتیباشون یه بار درست کردیم دیگه. میشه 2، میشه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. تمام. این از اینا. تمام. از اینجا نگرش داریم که سیماتون زیاد تکون نخوره، بتونین تو سوکت بزنید. سوکتتون از جهت بالا ببینین داخلش رو قشنگ. سعی کنین این روکشه رو هل بدین بره اون تو که پرس میشه روکش هم نگه دارید. از اینجا 8 تا سیمتون باید دیده بشه. شریف کجایی؟ بیا شریف. گیریم این روکشت هم پرس میشه. این میشه فابریک خودش. اینجا نزدیک